عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز و مردم بزرگ ایران. از فردا سعی میکنم که مثلا ساعت 4 و نیم 5 که بخواد بازار آمریکا شروع بشه، تحلیلای بازارهای جهانی، کریپتو، یورو به دلار، طلا، اینا رو انجام بدیم. اگرم وقتم بکنیم صبح ساعت حدود 10 و نیم تو وقتی که بازار ایران هستم یه نیم ساعت مثلا یه آنلاین یه چیزی انجام بدیم. این شاخص دلاره، میبینید خورد به اینجا داره اصلاح میشه. وقتی که این داره اصلاح میشه طبیعتا یورو داره میره بالا. ببینید از اینجا نگاه داره میره بالا. خب ولی این اگه بخواد یورو ادامه صعود بده باید این خط مشکی رنگ رو بشکنه. یعنی تو تایم چیه؟ 30 دقیقه است. خب ما اگه بخوایم خیلی خوب تحلیل کنیم باید تحلیل حتما 4 ساعته باشه. الان هم میبینید که یورو تو 4 ساعته یه روند اصلاحی به خودش گرفته و میتونه بازم بیاد پایین. اما طلا رو یه تحلیلای ذهنی هست که هفتگی میکنیم که حالا انشالله اینم آنلاینش میکنم، حمایت مقاومتاشو میگم. الان همینجا بیایم ببینیم اونس جهانی چیه. الان ببینید این تو تایم 4 ساعته 4 ساعته است دیگه، نه یا روزانه است. ببین این کندل داره کندل برگشتی میشه. امشب این بسته بشه این کندل کل اینو پوشونده و داره به سمت پایین میاد. حالا من 4 ساعتشو بذارم، از صبحم که بازار باز شده داره میاد پایین. فعلا ببینید الان این خط رو رد کنه میتونه حمایت بعدیش اینجاها باشه و اینجا نگاه کنید، اینجا کندل برگشتی بوده وقتی که بازار باز شده. پس فعلا روی طلا یه مقدار دقت کنید چون احتمال اینکه اصلاح بشه وجود داره. اینم تو تایم هفتگی ببینید این اینجوری، ببینید اگه این همینجوری بیاد و این بسته بشه و نتونه بالا بره میتونه بازم اصلاح بشه. دقت کنید که اشتباه نکنید. از این طرف ین خیلی حالا میره بالا، حداقل 500 600 شاید به سمت بالا بره. اینم اولین چیز گذاشتیم به صورت آزمایشی. چیه آقای تحلیل رو که بعد یواش یواش یه شخم میزنیم، بیت کوین هر چی که هست. پس فعلا تو تایم 4 ساعته میبینید اولین نشونش یه کندل برگشتی زده بود، روزانهش همینطور، 4 ساعت هم همینطور. خیلی دقت کنید اگه بخواد یه حمایتی بشه اینجا اگه بشکنه میاد اینجا. مواظب خودتون باشید. یا علی مدد.